نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. الله عز وجل مثال هاي بیان می فرماید برای تفرقه شرک و توحید، تفرقه ایمان و کفر. اینا با هم خیلی فرق دارن. وما يستوي الاعمى والبصير، برابر نیست اونی که اعماست، اونی که نابیناست، بنویسی از ادراک حق را درک نمیکنه، چشمانش غبار گرفته. والبصیر، و همچنین اونی که بصیر است به ادراک حق. ولا الظلمات ولا النور، و همچنین برابر نیستن تاریکی ها، یعنی انواع شرک و کفر. ظلمات شرک و کفر اقسامش زیاد است. ولا النور، و همچنین نور ایمان راش یکیه، اینجا مفرد اونجا چیه؟ جمع است. ولا الظل ولا الحرور، این عدم تساوی ثمره هست، نتیجه هست. نتیجه توحید چیه؟ ظل هست، سایه هست، بهشته. نتیجه کفر و شرک چیه؟ حرور است، گرمی هست، آتش سوزان است. ولا الظل ولا الحرور، و همچنین برابر نیستن سایه و حرور و گرمی که هیچ سایه اونجا نباشد. وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، و همچنین برابر نیستن زنده ها، یعنی زنده کیه؟ مومن. ولا الاموات، و همچنین مرده ها، مرده کیه؟ کافر. ان الله يسمع من يشاء، بدون شک الله میشنواند کسی را که بخواهد، کسی را که الله بخواهد. اما تو ای پیغمبر، وما انت بمسمع من فی القبور، اینهایی که در قبرها هستند تو نمیتوانی آنها را بشنوانی. من فی القبور کیند؟ کفار، همین الان خواندیم. ولا الاموات، یعنی کفار را نمیتوانی بشنوانی، چون که کفار نمیشنوند. و کفار را قبلا بحث سماع موتی و اختلافش را هم عرض کردم. کفار را که تشبیه داده به مرده ها در عدم سماع هست، تو نمیتوانی اونها را بشنوانی. کار پیغمبر چیه؟ ان انت الا نذیر، تو نیستی مگر ترساننده. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، ما تو را فرستادیم به عنوان مژده دهنده و انذار کننده. و ان من امت الا خلا فیها نذیر، هیچ گروهی، هیچ امتی نیست مگر نذیر گذشته. کسانی که از عذاب خدا بیم بدهند در میان اونها گذشته، یا خود انبیا یا بعداً پیروان انبیا، وارثان انبیا، مردم را از عذاب خدا ترسانیدند. و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم،
تسلی برای پیغمبر. واقعا پیغمبر نگران میشد بعد از این همه دلائل، این همه دلائل عقلی، نقلی، تخویف، تبشیر، بعضم یک انسان دلش سنگ ایمان نمیاره. الله میفرماید نگران نباش، اگر تو را تکذیب میکنند فقط کذب الذین من قبلهم، کسانی که قبل از اینها بودن اونا هم تکذیب کردن انبیایشون را. چگونه؟ جاءتهم رسلهم بالبینات، رسولشان آمدن با معجزات، با دلائل و بالزبر، با زبر جمع زبور است. زبور معنیش نوشته ها، صحف الهی. و بالکتاب المنیر، با کتاب روشن، یعنی هم صحف داشتن هم کتابی که بر اون عمل کنند، اما تکذیب کردند. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. الله می فرماید سپس من مؤاخذه کردم کفار را. فکیف کان نکیر، گرفت من چقدر سخت. نکیر معنی اما عذاب منکر، عذابی که انسان عرض کنم نمی پسندد، ناخوشایند است برای انسان. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله عز و جل می فرماید خبرداری، رؤیت بصر نیست، بصیرت است. قبلا گفتیم یعنی میدانی. ان الله انزل من السماء ماء، الله از آسمان آب نازل فرمود. فاخرجنا، بازم التفات از غیبت به تکلم. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، الله می فرماید ما بیرون کردیم به وسیله این ثمراتی، میوه هایی که رنگ هایشون مختلف است. یک باغ با رنگ های مختلف زیباست، با میوه های مختلف زیباست. و من الجبال جدد بیض، و همچنین کوههای مختلف متنوع رنگ به رنگ. از کوها بعضی هستند که جدد بیض، جدد بیض یعنی خیلی سفید، سفیدن خیلی سفید. و حمر مختلف الوانها، و بعضی ها هستن که قرمز هستن، مختلفا رنگ هایشون. و غرابی بسود، و همچنین سیاه، سود یعنی خیلی سیاه، مثل جدد بیض هست. و من الناس و الدواب، همچنین مردم، چارپایان، و الدواب یعنی موجودات زنده، والانعام چارپایان، مختلف الوانه کذالک، رنگهایش مختلف. مردم را نگاه کن چه رنگهای مختلفی دارند، سیاه پوسته، سفید پوسته، سرخ پوسته، زرد پوسته. و حیوانات را نگاه کن عجیب عجیبند. گاهی حیات وحش برید، باغ وحش، اونجا نگاه کنید که سبحان الله چقدر زیبا هستند. در یک نوعش مثلا آهو 10 نوع داره، یکی از یکی زیباتر. میمون 10 نوع داره، اون یکی دیگه. هر یکی پرندگان چنان زیبا هستند فکر میکنی نقاشیه، حقیقتی نیست. الله متنوع آفریده. انسان ها همچنین. در یک کشوری اگر انسان هایی مختلفی زندگی میکنند، در یه جای یک کنفرانسی بود در تهران، گفتن صحبتی بکنید. ما از بعضی تبعیضها ناراحت بودیم. در همون زمان یه سری اجحاف های صورت گرفته بود. همین آیه را الله عزوجل به ذهن آورد. اونجا بنده گفتم اگر ما متنوع هستیم، یکی یک گویشی داره، یکی یک لباسی داره، یکی یک رنگی داره، این تنوع، این زیبایی هست برای این کشور. این باید دلیلی باشه برای قدرت الله عزوجل
نه اینکه دلیلی برای تبعیض ما یکی را شهروند درجه 2 3 چون فلان گویش را داره، فلان لباس را داره، فلان رنگ را داره، فلان مذهب را داره. این تنوعی هست، این یکی از زیبایی هست. یک باغ فقط یک نوع میوه داشته باشه، انار بهتره یا همه نوع میوه داشته باشه. یک گل داشته باشه فقط گل سرخ باشه، یعنی گلهای رنگ برنگ کدوم زیباتر است؟ لذا یک ملکی که الله عزوجل انسانهای مختلفی از همه اقوام توش هست، همه زبانها توش هست، همه عادات توش هست، این یکی از محاسن، یکی از دلایل قدرت خدای عزوجل است. این دلیل قدرت الله عزوجل را گروهی بیاند و سوء استفاده بکنند و یکی را ضعیف قرار بدن، یکی را محروم بکنن از حقش. لذا اینها در واقع تنوعاتی هست، زیبایی هایی هست که الله عزوجل برای ما آفریده و کسی که واقعا عالم واقعی باشد از اینها استنباط می کند، استنباط بر قدرت رب العالمین و از خدا می ترسد. انما یخشى الله من عباده العلماء، جزی نیست که از الله می ترسند از بندگانش اونهایی که علما هستند. علما یعنی اونها درک درست از مسائل دارن. ان الله عزیز غفور، این هم ترهیب هم ترغیب. الله عزیز هست، غالب است، مؤاخذه می کند کسانی را که سرپیچی بکنند، اما غفور هست، می بخشد کسانی را که اونها از الله می ترسند و حق طاعت و بندگی را انجام میدن. ان الذين يتلون كتاب الله، این دلیل نقلی از عرض کنم که مؤمنین سابقین است. اما اینجا که خواندیم انما یخشى الله من عباده العلماء، اینجا علامه ابن کثیر توضیح نوشته که عالم کی هست. ان ابن عباس رضی الله عنهما، این از ابن عباس منقوله، العالم بالرحمن من عباده، عالم واقعی اونه که اطلاعاتش زیاده نیست. مستشرقین هم اطلاعاتشون چه بسا از مسلمانان خیلی بیشتره. کتابهایی که اونها نوشتن در شرح کتابهای اسلامی، تفسیرهایی که اونها نوشتند، لغاتی که اونها نوشتند، مسلمان ها ندارند. پس فقط کسی که به مکتب رفته، به دانشگاه رفته، مدرک بالا کسب کرده، دریافت کرده، این عالم نیست. عالم اونه که در وجودش خشیت است. میفرماید العالم بالرحمن من عباده من لم یشرک به شیئا، اول اینکه موحد باشه، مشرک نباشه. و احل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا را حلال بداند، حرام خدا را حرام بداند. و حفظ وصیته، و دستور خدا و وصیت خدا را حفظ کند. و ایقن انه ملاقی، و یقین کند که خدا را ملاقات می کند. و محاسب بعمله، هر عملی بکند مورد حساب قرار میگیره. این عالم واقعی. ما معمولا این تفکر را داریم که عالم کسی هست درس خوانده، اطلاعاتش بالاست، معلوماتش بالاست. اما دو جا که از اهل علم تعریف شده، یکی اینجاست، اینجا با خشیت ذکر شده، معلوم میشه عالم کسی که خشیت داره. یک جای دیگه که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونجا قبل از این صفت عالم را ما همیشه با طلاب گلایه میکنیم که همین بخشش را میخوانیم، قبل از اون را نمیخوانیم که عالم معرفی شده. عالم کیه؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. این عالم واقعی. این عالم یعنی معرفت رب را داشتن. آیا اون انسانی که قانت آناء اللیل، در لحظات مختلف شب تابع دستور رب هست، قائما یا ایستاده، قائما
امن هو قانت آناء اللیل قائما و ساجدا، یا قیام میکند یا سجده میکند. این حالت قالبش هست. حالت قلبش یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، از عذاب آخرت میترسه، امیدوار به رحمت رب هست. این را الله فرموده قل هل یستوی الذین یعلمون، اینایی که میدانند اینا هستند، یعنی یعلمون کسانی که عمل میکنند، نه کسی که اطلاعاتش بالاست. اینجا هم همینه، عالم کسی هست که شرک نکند، ایمان داشته باشد، حلال را حلال بداند، حرام را حرام بداند، وصیت الله را و پیام الله را درست دریافت کند، یقین کند که من فردا به دربار الله حاضر میشم و بداند که بر اعمالش محاسبه میشه. این عالم واقعی. الله عزوجل این را به ما نصیب بفرماید. لذا الله میفرماید ان الذين يتلون کتاب الله، هم نمونه از عالمان واقعی و هم دلیل نقلی از علماء سابقین. همانا کسانی که تلاوت کردند، تلاوت میکنند کتاب الله را، یتلونه حق تلاوتی، جای دیگه خواندیم. اینها بعضی گفتند منظور عبدالله ابن سلام هست و تلامذهش هست، اعوان و انصار و دوستانش هستند که ایمان آوردند. اما سدی که یکی از مفسرین است، نوشته بحر المحیط نقل کرده، قال سدی هم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و رضی الله عنهم، و قال عطاء و هم المؤمنون، مطلق مؤمنون هستند، دارندگان این صفات. الله می فرماید ان الذين يتلون کتاب الله، بدون شک آنانی که کتاب الله را تلاوت میکنن، حق تلاوت، و اقاموا الصلاة، و نماز را برپا میدارند، و انفقوا مما رزقناهم، و از آنچه که ما رزق دادیم خرج میکنند، سرا و علانیتا، مخفیانه و علنی خرج میکنند، یرجون تجارتا لن تبور. الله می فرماید اینها به دلیل وعده الهی، پایین بینیست، به دلیل وعده الهی، به دلیل وعده الهی امیدوار هستند، چنان تجارتی که لن تبور، هرگز هلاک نمیشه، یعنی هرگز از بین نمیره، اون ضرر نمی کنند در اون تجارت. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضل، این لام عاقبت است. نتیجه این میشه که الله به اونها کامل میده پاداششان را، و یزیدهم من فضله، و از طرف خودش، از فضل خودش می افزاید به آنان. انه غفور شکور، بدون شک اون ذات بخشاینده و ذات قدردان است. شکور معنیش اینه که اگر تو عبادت بکنی خدا قدردانی میکنه، خدا نادیده نمیگیره. والذی اوحینا الیک من الکتاب، این دلیل نقلی از مؤمنین بود یا از اهل کتاب؟ حال دلیل وحی. الله می فرماید والذی اوحینا الیک من الکتاب، آنچه که ما از کتاب به سوی تو وحی کردیم، هو الحق، این حق است ای پیامبر، مصدقا لما بین یدیه، تصدیق کننده کتاب های گذشته است. لذا باید این را حق دانست و به این گروید، به این چنگ زد. ان الله بعباده لخبیر بصیر، بدون شک الله نسبت به بندگانش هم خبر دارد و هم بیناست. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا، این بشارت است، مژده هست که بعد از اونها خدای عزوجل وارث کتاب بعدی ها را قرار داد. در این آیه اشاره به ماست، اما ما را الله عزوجل به سه گروه تقسیم کرده. ببینید از کدوم ها هستیم، الله لطف کند بر ما. از مسلمان های صدر بیان فرمود ان الذين يتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم، اونها که آزمایششون را خوب، امتحانشون را خوب پس دادن
رضی الله عنهم و رضوا عنه. اما ما چی؟ الله می فرماید ثم اورثنا الكتاب، سپس ما وارث کتاب قرار دادیم، الذین اصطفینا من عبادنا، آن بندگانی که ما اونها را برگزیدیم برای وراثت کتاب، منظور امت محمدیه هست. اما این بندگان سه نوع هستند. فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از اینها هستند که به خود ظلم می کنند، حق مطلب را ادا نمی کنند. اونهایی که از کتاب درست استقبال نمی کنند، پیام کتاب را خوب دریافت نمی کنند. و منهم مقتصد، بعضی ها میان رو هستند، یعنی حسنات و سیئاتشون برابر است. و منهم سابق بالخیرات باذن الله، بعضی از اینها سابق هستند، پیشی گرفتند در کارهای خیر، باذن الله یعنی بتوفیق الله. بعضی دیگه هستند که به توفیق ربشان در کارها پیشی گرفتند، در هر کار پیشا پیش هستند، در انجام طاعات، عبادات، نماز، صدقه، روزه، حج، اینا صف اولا در هر جا. الله می فرماید ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل بزرگ است، این فضل بزرگی. ببینید سه گروه را الله یاد فرمود. سبحان الله، این آیه واقعا جای تدبر داره. آخری را فرمود که ذالک هو الفضل الکبیر، اون دو تا دیگر را نفرمود. اونی که ظالم است لنفسه، ما این دیگه وارث کتاب نه. فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد. این ظالم کیه؟ مقتصد کیه؟ سابق کیه؟ حسن بصری رحمه الله اینجور تفسیر کرده، روح المانی ذکر کرده. قال الحسن الظالم من خفت حسناته، ظالم اونه که حسناتش سبکه، یعنی پله حسنات خفت، کم است، نیکی زیاد نداره، سیئاتش بیشتره. الله پناه بده. والمقتصد من استوت، مقتصد کیه؟ میان رو، اونی که حسنات و سیئات چی باشد؟ برابر باشد. والسابق من رجحت، اما سابق اون هست که حسناتش غالب است، بیشتر است، خوشا به حالش، که نیکی هایش بیشتر است، حسناتش بیشتره. این یکی را الله فرموده ذالک هو الفضل الکبیر. اما این را خدمت شما عرض کنم که انشاءالله نهایتا هر سه گروه به بهشت می روند، هم سابق بالخیرات، هم مقتصد، و هم چی؟ ظالم لنفسه، به شرط اینکه وارثان واقعی کتاب باشند، به اون چه که کتاب میگه درست دریافت کنند، پیام را درست بگیرند. چرا به بهشت می روند؟ قرطبی روایتی آورده که می فرماید، نقل فرموده از ان حضرت، سابقنا سابق و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور له. سابقنا سابق، اونی که از ما سبقت کرده که سابق هست دیگه، اون پیشا پیش است. و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین. پس سابقنا سابق و مقتصدنا ناج، اونی که میان رو هست، یعنی حسنات و سیئاتش برابره، اونم انشاءالله نجات میابد. و ظالمنا مغفور له، اونی که ظالم هست اونم انشاءالله مغفور له، اونم خدا میبخش، ولی باید تلاش بکنیم. این قرطبی بود. روح المانی نوشته كلهم بمنزلة واحدة و كلهم في الجنة ان شاء الله، كلهم بمنزلة واحدة و كلهم في الجنة. اخرجه احمد و ابو داود الطیالسی.
به هر حال الله می فرماید که ذالک هو الفضل الكبیر. بعضی گفتند ذالک این اشاره به مقتصد نیست، ذالک ایراث کتاب مراد است. ثم اورثنا الکتاب، شما وارثین کتاب که سه گروه هستید، این که وارث کتاب شدید، قرآن به شما داده شده و شما دین و ایمان و عقیده تون را از قرآن میگیرید، این فضل بزرگی هست. گرچه کوتاهی هم دارید، بازم فضل بزرگی هست. فضل بزرگی که برای شما هست چیه؟ جنات و عدن. این جنات را ببینی خداوند برای همه گروه ها ذکر کرده. به این خاطر میگه سابقنا سابق و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور الله. لذا الله می فرماید جنات و عدن یدخلونها، این بیان اجر و فضل. این فضلی که الله می فرماید یعنی جنات همیشگی که جنات جاودانه که داخل می شوند. یحلون فیها من اساور، پوشانده می شوند در جنات از دستبندهای از طلا و لؤلؤا و همچنین مرواریدها، و لباسهم فیها حریر، و لباسشان در جنات حریر و ابریشم است. و قالوا الحمد لله، اهل بهشت اونجا ستایش میکنند الله را. الحمدلله، میگویند تمام تعریف و ستایش مر الله را. الذی اذهب عنا الحزن، آن اللهی که غم را دور کرد، حزن را دور کرد. چون بهشت جای غم نیست، هیچ دغدغه‌ای نیست. ان ربنا لغفور شکور، بدون شک رب ما غفور است، ما را مغفرت کرد و عمل اندک را هم الله قدردانی می کند، ضایع نمی کند. الذی احلنا دار المقامت من فضله، آن ذاتی که ما را قرار داد، ما را فرود آورد در دار مقامت، در دار المقامت، دار اقامت بهشت. دار السلام هم است، دار المقامه هم است. من فضله، نه از کسب ما، بلکه اینجا که آمدیم از فضلش. هر کسی را که خدا به بهشت میبره فضل میکند. لا یمسنا فیها نصب، به ما نمیرسد در این بهشت خستگی، رنجی، مشقتی. ولا یمسنا فیها لغوب، و در این بهشت لغوب هم به ما نمیرسد. لغوب عرض کنم که هم ناراحتی، سر و صدا، درگیری که انسان را پریشان بکند، هیچ نوع پریشانی نمیرسد. والذین کفروا لهم نار جهنم، تخویف اخروی است. اما کسانی که کفر کنند برایشان نار جهنم است. لا یقضى علیهم فیموتوا، یعنی این نار جهنم همیشه است، چنان فیصله نمیشه که بمیرند، تمام بشن، پایان. ولا یخفف عنهم من عذابها، از عذاب جهنم هم تخفیف نمیشه، چیزی کم نمیشه. كذلك نجزی کل کفور، الله می فرماید این گونه ما جزا میدیم، به کیفر اعمال میرسانیم کل کفور، هر انسان ناسپاس. الله در دنیا بهش نعمت داده بود، اون بجای ایمان کفر، بجای توحید شرک را انتخاب کرد. این ناسپاسی است. و هم یصرخون فیها، اونجا فریاد میزنند ربنا اخرجنا نعمل صالحا، بار الها ما را از این جهنم بیرون کن، نعمل صالحا، ما دوباره به دنیا می رویم و عمل صالح انجام میدیم. غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون اعمالی که ما در دنیا می کردیم دیگه خوب میشیم، دیگه صالح میشیم، دیگه توبه میکنیم. الله می فرماید اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، ای انسان ها، ای بنده ها، آیا من شما را عمر ندادم به اندازه که پند بگیرید، به اندازه تذکر، به اندازه پند و اندرز من به شما مهلت ندادم تو دنیا؟ ما یتذکر فیه من تذکر،
به اندازه که کسی که بخواد تذکر بگیرد میتونه تذکر بگیرد، پند بگیرد میتونه پند بگیرد. و تنها به این هم بسنده نکردم برای شما دعوتگرانی که شما را از عذاب خدا بترسانند هم فرستادم. و جاءکم النذیر، نذیر پیش شما آمد، ترساننده پیش شما آمد. چرا شما عمل نکردید؟ لذا فذوقوا، بچشید سزای اعمالتان را، سزای مخالفت دینی را بچشید. فما للظالمین من نصیر، الله می فرماید برای چنین ظالمینی هیچ نصیری، هیچ یاوری نیست که کمکشون بکند، وجود ندارد. دلیل دیگر برای اثبات توحید، دلیل دهم است. عرض کردم برای الوهیت قدرت کامل، علم کامل. علم کامل علم الغیب، کسی که عالم الغیب است او را میشه عبادت کرد. ان الله عالم غیب السماوات والارض، بدون شک الله عالم غیب تمام آسمان هاست و زمینه. این بجای خود انه علیم بذات الصدور، همانا آن ذات از اسرار سینه ها هم خبر دارد، علیم است. نسبت به اسرار صدور و سینه ها هم علیم است و آگاه است. هو الذی جعلکم خلائف الارض، اینجا ترغیب است به سوی ایمان و به سوی اعمال. الله می فرماید الله آن ذاتی هست که جعلکم خلائف فی الارض، شما را خلیفه در زمین قرار داد. خلیفه کی؟ ای یخلف بعضکم بعضا، شما خلیفه همدیگه هستید. قرن اول رفتند، قرن دوم آمدن، قرن دوم رفتند، قرن سوم به جایشون آمدن. هر قرنی میره قرن بعدی خلیفه اونها میشه. لذا این قانونه، فمن کفر فعلیه کفره، هر کسی کفر کرد وبال کفر، ضرر کفر بر خودش. ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، در کافرین کفرشان نمی افزاید نزد پروردگار مگر غضب پروردگار. یعنی هر کسی کفر بکنه غیر از خشم خدا که اضافه میشه، چیزی دیگه اضافه نمیشه. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، در کافرین کفرشان نمی افزاید مگر خساره و ضرر و زیان را. لذا پس هر کسی که کفر کرد خودش ضرر میبیند، خودش زیان میبیند. بازم دلیل توحید. قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، حال شما به من خبر بدهید از معبودانتان، از شرکایی که غیر از خدا شما اونها را میخوانید. همه کسانی که میخوانید، همه چه فرشته هستند، چه جنند، چه انسند. ارونی ماذا خلقوا من الارض، به من نشون بدید اینها هنرشون در زمین چیه، کمالشون چیه، چه چیزی را خلق کردند. ام لهم شرک فی السماوات، یا اینکه برای اونها شراکتی، سهمی در ساخت آسمان ها هست، اونجا شریک خدا بودند و آسمان را با خدا العیاذ بالله با هم ساختند. ام آتیناهم کتابا فهم علی بینة من. ببین این مطالبه دلیل عقلی بود و این دومی مطالبه دلیل نقلی است. خداوند اول میگه از نظر عقلی شما بگید که شما که اینها را عبادت میکنید، از اینها استمداد میکنید، اینها چه قدرتی دارند؟ آیا اینها خلقی دارند، چیزی پیدا کردند، خلق کردند؟ در آیه دیگه الله میفرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، حتی یه مگسی را نمیتونن خلق بکنند، یه مگسی را زنده بکنند نمیتونند. پس خالق نیستند. آیا با خدا شریک بودند در پیدایش آسمان ها؟ ام لهم شرک فی السماوات. خب اگر از اینها، از این دوتا یکی هست، پس دلیل عقلی دارید بر خدایی بودن اونها.
اگر نیست پس هیچ دلیل عقلی پیش شما نیست برای عبادتشون. بیارید دلیل نقلی. آیا کتابی دارید که تو اون کتاب اینها را معبود قرار داده، کتابی که از جانب الله باشد آسمانی؟ ام لهم شرک ام آتیناهم کتابا، یا ما به اونها کتابی دادیم که فهم علی بینة من، اینها بر بینه از اون کتاب باشن، بر حجت باشن؟ نه، هیچی نیست. الله می فرماید این ظالمین، این مشرکین فقط همدیگر را فریب میدن. بل این یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. الله می فرماید که بلکه وعده نمیدهد، این یعد این نافی است، وعده نمیدهد ظالمین یعنی مشرکین بعضهم بعضا، بعضی دیگر را، الا غرورا مگر فریب. فریبشون همینه که میگن انهم شفاعاء الله، اینا پیش خدا سفارش ما میکنند، لذا اینها را فریاد بزنیم، اینها را بخوانیم. این فریب است. ان الله یمسک السماوات والارض، این دلیل دیگری هست بر اثبات توحید. الله آسمان ها و زمین را امساک کرده ان تزول، از این که زائل بشن. آسمان را الله نگه داشته که نیفتد. این خودش یک دلیلی هست، این خودش دلیل قدرته. اگر خدا بذاره آسمان بیفته هیچ موجودی زنده نمیماند. زمین را هم نگذاشته الله عزوجل زیر و رو بشه، زائل بشه، تکان بخوره، بیفته. ولئن زالتا، الله می فرماید اگر بالفرض این هر دو زائل بشند، این هر دو برند، ان امسکهما من احد من بعد، نگه نمی دارد آن دو را هیچ ذاتی بعد از الله. آیا کسی هست از این قدرتمندانی که شما اونها را معبود میدانید که زمین و آسمان را نگه دارند؟ نیست. مشرکین هم قبول داشتن نیست. پس وقتی که در کارهای بزرگ نیست، در کارهای کوچک هم نیست، چرا در بقیه امور غیر الله را صدا میزنید؟ انه کان حلیما غفورا، بدون شک الله حلیم است، زود اگر شما را مؤاخذه نمی کند، حلم الله زیاد است. اما غفور است، این ترغیب توبه است که اگر توبه بکنید می بخشد. و اقسموا بالله جهد ایمانهم، الله عزوجل زجر و سرزنش دیگر برای مشرکین بیان می فرماید که اینها الان ای پیغمبر شما مبعوث شده ایمان نمی آورند. قبل از بعثت شما اینها سوگند یاد می کردن که اگر پیغمبری برای ما بیاد ما ایمان می آوریم. حتی اینا حسرت می خوردن که مسیحیان و یهودیان موسی و عیسی دارن، پیامبران الهی، کتابای الهی، چرا اینها قدردانی نمی کنند؟ اگر چنین پیغمبری برای ما می آمد ما خیلی قدردان بودیم. مشرکین مکه این سوگند را می خوردن. الله می فرماید و اقسموا بالله جهد ایمانهم، سوگند یاد می کنند به الله جهد ایمانهم، یعنی سوگند نهاییشون، سوگند غلیظ، قسم مؤکد. لئن جاءهم نذیر، اگر پیش آنان نذیر بیاید، لیکونن اهدا من احدى الامم، حتما بشند بر هدایت بیشتر از یکی از امم دیگر، یعنی از هر یک از امم دیگر اینها بیشتر بر هدایت بشن. اما این پیامبر آمد، فلما جاءهم نذیر، زمانی که نذیر پیششان آمد، ما زادهم الا نفورا، نیفزود در اونها مگر تنفر را، یعنی پشت دادن. چرا؟ استکبارا فی الارض، این سبب نفور است. به خاطر اینکه در زمین تکبر داشتن. متکبر هیچ وقت ایمان نمیار، منیب ایمان میآورد. و مکر السیء، این دومی، مکر بد، نیرنگ و توطئه بد بر علیه رسول، یعنی جدال بالباطل، مبارزه کردن با رسول. اما الله می فرماید ولا یحیق المکر السیء الا باهله، توطئه بد،
مکر سیء نزول نمی کند مگر به اهلش. کسی که توطئه بکند خودش شکار اون توطئهش میشه، خودش ضرر میکند. چنانچه علامه آلوسی نوشته وقد حاق مکر هؤلاء بهم یوم بدر، مکر اینها در روز بدر بر اونها فرود آمد، تو سرشون خوردند. فهل ينظرون الا سنت الاولین، اینها منتظر نیستن مگر روش پیشینیان، یعنی همون برخورد را خدا با اینها بکند. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، هرگز نمیابی که سنت و روش الهی تبدیل بشه و همچنین سنت الهی تحویل بشه، برگرده و متحول بشه، چیزی دیگه به جاش بیاد. نخیر، روش الهی همان است. الله تا یک مدتی مهلت میده که قبول نکردند، گوشمالی تو دنیا میده، عذاب تو آخرت میده. اولم یسیرو، باور ندارم برم بگردم ببینند. اولم یسیرو فی الارض، آیا در زمین خدا سیر نمی کنند؟ فینظرو، تماشا کنند ببینند. کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، چگونه شد سرانجام کسانی که قبل از اینها بودند به دلیل کفر و شرک. و کانوا اشد منهم قوه، در حالی که آنها از نظر قدرت، از نظر توان از اینها بیشتر بودند. اونها خیلی قوی تر بودند. عاد را الله می فرماید التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مثل اونها انسانهای تنومند آفریده نشده بود. اما وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، الله را عاجز نمی کند هیچ چیزی در آسمان ها و نه در زمین. هر چقدر قدرتمند باشی از عذاب خدا نجات نمی یابی. انه کان علیما قدیرا، بدون شک الله عز وجل علیم هست، دانا هست و قدیر هست. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اینجا جواب شبهی هست، جواب یک اشکالی هست که این اشکال شاید امروز در ذهن شما هم هست. اون اینه که چرا خداوند این ظالمین را مؤاخذه نمیکنه؟ دشمنان خدا گاهی در تمرد به اوج می روند، علنا کفر، علنا شرک، علنا بعضی خدا را دشنام می دهند، بد می گویند، و بعضی ها دیگه ظلم هایی می کنند که انسان تعجب میکنه الله عزوجل چرا مؤاخذه نمیکنه. یعنی بعضی وقتا میگیم اگر قدرت دست ما بود یک شب اینا رو پودر میکردیم، ولی اینها بمب ها را میریزند بر انسان ها، اطفال را میکشند، زنان را میکشند، ستم میکنند ستمکاران. چرا خدا مؤاخذه نمیکنه؟ الله عزوجل تو این آیت جواب میده. من خلاصه جواب را خدمت شما عرض کنم که دنیا دارالجزا نیست، دنیا دارالامتحان است. بنا نیست که همه اینجا مؤاخذه بشند. همه اگر اینجا مؤاخذه بشند که پس آخرت برای چیه؟ دارالجزا اونجاست، اینجا دار امتحانه، هر کسی هر چی میکنه میکنه. چرا بعضی ها را الله عزوجل مثل اقوام گذشته که تو قرآن بیان کرده، قوم نوح، قوم موسی، فرعون، عاد، ثمود، قوم شعیب، قوم لوط، این چند تا که درشتر هستند اینا را بد جوری الله مؤاخذه کرد. اینا گوشمالی بودن، نمونه بودن، و الا اکثر مشرکین در دنیا به عذاب گرفتار نشدند. هر قرنی مشرکان به عذاب گرفتار نشدند، و اگر اینطور باشد پس نسل نمیماند. مثلا در طوفان نوح همه نسل انسان ها از بین رفت، فقط 70-80 نفری که با نوح بودن. دوباره از ابتدا توالد و تناسل شروع شد. لذا هر زمانی که بنا باشه همه را خدا جارو بزنه که دابه‌ای نمیمانه، هیچ موجود زنده‌ای نمیمانه. پس الله عزوجل برای
با هر ظلمی مؤاخذه نمیکنه و اگر مؤاخذه میکرد فوراً خدا شاید من شما هم الان حیات نداشتیم، چون گذشتگان ما پدران ما هم بدون گناه و ظلم نبودند، اونا هم کردند. پس اگر اونا ظلم کردند فوراً خدا اونا رو مؤاخذه میکرد، دیگه نسل اونها ادامه نمیافت. و این خاطر الله میفرماید ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خداوند مردم را مؤاخذه کند به آنچه که کسب کردند، می‌نویسی اعمال کفریه و شرکیه، به سبب اعمال کفریه و شرکیشان ما ترک علی ظهرها ای علی ظهر الارض من دابة، هیچ موجود زنده‌ای باقی نمیماند. یعنی خدای تعالی دیگه عذاب می آورد، همگانی بود، همه را از بین می برد. اما نه، الله عذاب نمی آره اینجا، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. پس الله مؤخر می کند، تأخیر میده تا مدتی معین. فاذا جاء اجلهم، وقتی اون اجل و مدت آمد، فان الله کان بعباده بصیرا، همانا الله نسبت به بندگانش بصیر و بیناست. اون وقت میدوند چگونه باشون رفتار بکند، طبق اعمالشون، طبق عقاید کفریه و شرکیشون الله عزوجل به کیفر اعمال میرسانه. پس در دنیا لازم نیست که خدا مؤاخذه بکنه. چرا؟ بعضی وقتا الله نشون میده به بقیه، ولی اصل فلسفه دنیا دارالجزا بودنش نیست، دارالامتحان بودنش هست. هر کسی بذار اسب خودش را بتازاند، به جای ببرد، برساند، آخر در آخرت جزا هست و کیفر اعمال. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.